گوش میکنم ها جونبک سلام علیکم. سلام علیکم. خیر شما. همین سر خانه تا تلفن کردم یانگم گفت که جای کار حالا باز میبرم. گفت جای کار با امروز زادروز داره. گفتم من دویده کده آمدم. تشکر احمد. خیر زادروز مبارک شود. خالرسون یعنی میستا هی جونبک لابه دیگه زور خیلی زادروز مبارک شود. جونبک جان لابه من در زادروزتون یک کستون بروک یک توفلی پیش توفه میکنم. تشکر احمد لازم نیست رحمت. السلام علیکم. و علیکم جناب بیگ جان شما نظمی تشکر زادروز مبارک. سفر بیگ جان شما مشکل نظمی سازمی کرابخانه کلیوپاترا به گردن من. تشکر زنده باشید. تشکر. زادروزی شما در همونجا من خودم قید میکنم. تشکر تشویش نکشید. من در همین روز نیت کردم که با جورم بیگ جان یک ماشینی پچکا مبارک شود. ماشینی پچکا. تشکر تشویش نکشید. رحمت Слушай, Жора, я тебе пожелаю самого крепкого здоровья, чтобы в жизни никогда, никакой... спасибо. Гоги یک دم ایستا. گوگی گیرتون براتون مهمانداری کنید. احتمال خلال نرسوند. مالش گوگی روید کلیوپاترا به استراحت میکنید. جناب بیگ جان هم کام شدین همین. دولت بگو برادرو چی توفه میکنی؟ توفه یک تلویزیونی رنگا از ما. تلویزیون کلیوپاترا سر پا همه باشی منو به کار کردن یعنی لیسته Гоги, сели ящик грузинского коньяка я принес. Спасибо, не надо. Говори, что тебе надо, что ты хочешь? گپ نیست. گوگی چی میستم؟ من با نه خانه در کار، نه تلویزیون رنگ در کار، نه طرف خانه. اومد یگون چی در کار نه. من با تنها یک چیز در کار. انا این چهار راهه. این طرف اون طرف. شخصی که من با تیتون همه اون خانه و تلویزیون طرف خانه نشم.